قدرمن و استازو جناب رئیس، ای که شما چه رقم رئیس شدین ما به او کار ندارم و از روز که رئیس شدیم من احترامت دارم و هنوزم دارم، ولی قانون اساسی و اصول وظایف داخلی صلاحیت ها و مسئولیت های شما را مشخص کرده، از من مشخص کرده. در انگلیسی شما اسپیکر هستین، شما فقط و فقط جمع‌بندی میکنین چیزی را که من میگم و چیزی را که همکاران ما میگن. اگر شما یک بار هم حداقل می فصل پنجم شورای ملی را در قانون اساسی میخواندین، امروز این وضعیت ایتالار ما نمی داشت. من همون ماده را به شما میخوانم و شما ای را گوش کنین و اگر یادداشت گرفته میتونین یادداشتم بگیرین. هر عضو شورای ملی در موقع اظهار رأی مصالح عمومی و منافع اولیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد. هر وکیلی که اینجا صحبت میکنه اگر خدای نخواسته مخالف منافع اولیای کشور صحبت میکنه، شما حق دارین که مایکش قطع کنین. نه تنها که شما مایکش قطع نکردین ولی برایشان بیشتر و بیشتر وقت میدید. شما از دمی 2 سال برای یک بار هم اصول وظایف داخلی را در ایتالار مراعات نکردین. ما در مورد دیگه مسائل صحبت نمیکنیم. در مورد کمیته صلح شما کلیپتان است، صحبتایتان است، شما گفتین که ما یک هیئت تعیین میکنم که یک طرح بنویسه، به این معنی که 3-4 نفر چیزفهم برو در یک جای بشینه یک چیز را بنویسه بیاره. اما متاسفانه شما به دل خود و همکارانتان 21 نفر را گرفتین، نه به کمیسیون ها گرفتین، نه به ولایت گرفتین. گفتین قندهار بزرگترین ولایت است یک نماینده نداره، مزار بزرگترین ولایت است یک نماینده نداره. با اساس کدام معیار شما 21 نفر را تعیین کردین؟ مسئله دوم جناب رئیس، شما بار بار شورای امنیت را متهم میکنین. شورای امنیت کجاست؟ نهاد ملی و امنیتی اینمی نظام است و من افتخار میکنم که من اونجا میرم مشکلات مردم خودم اونجا شریک میسازم. شما هر وکیل متهم میکنین که تو نماینده شورای امنیت هستین. او جاسوس پاکستان نیست، جاسوس ایران نیست، او یک نهاد ملی است و من بالایش افتخار میکنم. مسئله دوم جناب رئیس، شما او روز بیباکانه بدون مسئولیت میاین گنجینه باختر را میگین که ای در شاید دزدی شود. در جنگ های داخلی این گنجینه باختر دزدی نشد. شما ارزش گنجینه باختر را میدانین؟ او پشتوانه پول افغانی ماست. گپ شما را کسی ارزش نمیده چون شما خود بی ارزش کردین. اگه گپ شما را کسی ارزش میداد افغانی از 70 باید 700 افغانی بالا میرفت. جناب رئیس، ما خواهش میکنیم اگر خودت نمیفهمی چند تا مشاور بگیر مطابق اصول وظایف داخلی پیش برین. شما دیروز به کدام جرأت آمدین به نمایندگی از ولسی جرګه میگین که ما از طرح حکومت موقت حمایت میکنم؟ شما بگوید